سلام، امروز اومدم با یه انیمه جذاب و باحال که اسمش شب در سیاه هستش صحبت کنم که داستان از یه پسر شروع میشه که قدرت جادوگری نداره و همش هم ضعیفه و تصمیم میگیره با ورزش و قدرت بدنی خودش رو قوی کنه و به دیگران برسه و پادشاه جادوگران میشه و داستانهایی داره و خیلی هم انیمه جذاب و باحالیه که تا قسمت 170 اومده و ادامهش هم سال 2025 میاد و مانگاش هم امسال قراره بیاد و فایت های جدیدش خیلی قدرتش زیاده و جذاب و جذابتر داره میشه. پیشنهاد میکنم این انیمه رو ببینید، حتما از دیدن این انیمه پشیمون نمیشید. اگر خوشتون اومد لایک کنید. ممنون، خداحافظ.